معاذ ابن جبل رضی الله عنه میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام سه نصیحتم کرد. یکم نصیحتی که رسول الله صلی الله علیه و سلام کردم گفت اتق الله حیث ما کنت. ای ابو ذر در هر کجا که باشی، در هر موضعی که باشی، در هر کاری که باشی، از الله بترس، از پروردگار بترس. از پروردگار ترسیدن این یک سرچشمه ایمانداری یک هر مسلمان است. دیم نصیحت هم کرد گفت ایه که و اتبع السیئة الحسنة تمحوها. دیم نصیحت این کرد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر وقت های فوق العاده یک گناه از تو سر زد، یک گناه کردی، از دنبالش کاری خوب که یک عملی نیک که تو اینکه گناه تا بشوه. مقصد رفته و یک برادر تا رنجوندی، یگان کاری ناخوب کردی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی نصیحت کرد؟ او از دنبالش کاری نیک تو اینکه او گناه تا چیکار کنه؟ دور کنه. سیم نصیحتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردم گفت و خالق الناس بخلق الحسن. گفت با مردم رفتار خوب که، مقصد معامله خلق خوب که، در هر کجا که باشه با مردم رفتار خوب که. به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سه نصیحتی که است، چی نصیحت‌های بهترین کرده است که اتق الله حیث ما کنت، در هر کجا که باشیم از الله بترسیم. در دیگر حدیث هم پیامبر میفرماید سرچشمه همه کار ترس از الله مهربان است. دیدیم که هر هفته یک فوق العاده انسان میشه گناه میکنه، از دنبالش یک کار خوب کنه که تا اینکه گناهش الله مهربان ببخشه. و این خلق حسنه بهترینه که خداوند در سوره قلم هم میفرماید که پیامبر چه خلق زیبا داره و پیامبر هم خودش زیبا میفرماید ادب بنی ربی فاحسن تأدیبی. ادب داد من پروردگارم چه ادبی نیکویه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم که خلق خوبی داشت که همه کتابای معتبر چی از احادیث چی از تاریخ نگارا همه خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف میکنه که به همه خلق خوب داشت، چی با بگیم که یار و رفیقش، چی با زنهاش، چی با بگیم کودکا، به همه خلق زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چی یک نمونه است. به این خاطر این سه تعلیم ما هم چیکار کنیم در زندگی ما تطبیق کنیم. خدا همه ما را حفظ کنه.